چرا آذربایجان روستاهای ارمنی را گلوله باران می‌کند؟ در ماه سپتامبر نیروهای ارتش آذربایجان شروع به گلوله باران شدید روستاهای مرزی ارمنستان در استان تاووش کردند که در اثر آن تاکنون 3 شهروند غیر نظامی ارمنی کشته شدند. برای درک این موضوع که گلوله باران روستاهای ارمنی چه هدفی را دنبال می‌کند، ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که با گلوله باران روستاها نمی‌توان هیچ مشکل نظامی را حل کرد و این اقدامات هیچگاه به جنگ گسترده منتهی نمی‌شوند. نتیجه این گلوله باران‌ها آغاز عملیات نظامی گسترده نبوده و به مثابه اهرم فشار عمل می‌کنند. دیگر بر کسی پوشیده نیست که در آستانه هر دور از مذاکرات پیرامون مناقشه قره‌باغ نقض مقررات آتش‌بس شدت بیشتری می‌یابد. میتوان نتیجه گیری کرد آذربایجان با این اقدام خود در صدد ایجاد هراس در جامعه ارمنستان و اعمال فشار بر مقامات این کشور است، اما از آنجایی که مقامات آذربایجان به این نکته واقف هستند که با گلوله باران چند روستا نمیتوان انتظار داشت طرف ارمنی اراضی را به این کشور بازگرداند، این سوال مطرح است که علت واقعی این گلوله بارانها چیست؟ نبرد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا. در حالی که در سالهای اخیر آمریکا و اروپا با انتقاد شدید از الهام علیف از فروش تسلیحات به آذربایجان خودداری می‌کنند، روسیه نه تنها از جنبه سیاسی و اقتصادی اقدام به حمایت از الهام علیف کرده، بلکه هیچ سفارشی برای خرید تسلیحات را رد نمی‌کند. عجیب نیست که دولت آذربایجان به دنبال فرصتی برای رهایی از الگوی گروه مینسک و ادامه مذاکرات تنها با میانجیگری روسیه است. به عبارت دیگر، باکو به دنبال رهایی یافتن از شر آمریکا و فرانسه است. تغییر الگوی گروه مینسک به نفع ارمنستان نیست، زیرا آمریکا و فرانسه هیچ نفعی از آغاز درگیری در منطقه نمیبرند و از سوی دیگر دیاسپورای ارمنی در پاریس و واشنگتن بسیار قدرتمند است. با این گلوله باران‌ها آذربایجان در صدد انتقال این پیام است که سازمان امنیت و همکاری اروپا قادر به حل مناقشه نیست و باید الگوی گروه مینسک تغییر کند. نیروهای صلحبانی روسیه. با این وجود ممکن است موضوع تنها در ارتباط با گروه مینسک نبوده و شاید علیف با پوتین به توافقی دست یافته به دنبال آن باشند تا با استقرار نیروهای صلحبانی روسیه وضعیت کنونی در قره‌باغ را تغییر دهند. در این صورت باکو می‌تواند امید به این داشته باشد که در آینده با توافق مسکو خواهد توانست بدون خونریزی قره‌باغ را بازپس گیرد، زیرا باکو هیچ امیدی به بازپس گرفتن قره‌باغ از طریق مسالمت آمیز ندارد. اما برای استقرار نیروهای صلحبانی در قره‌باغ نیاز به موافقت و شاید درخواست ارمنستان میباشد. این هدف را میتوان از طریق گلوله باران مناطق مسکونی ارمنستان دنبال کرد تا شاید روزی مقامات ارمنستان خواستار مداخله متحد راهبردی خود یعنی روسیه شوند. با این وجود مقامات ارمنستان قصد چنین کاری را نداشته و از روسیه به عنوان ضامن امنیت ارمنستان نمیخواهند تا در این مناقشه مداخله کند. علاوه بر این، سیر سرکسیان موضوع گلوله باران مناطق مسکونی استان تاووش را به عنوان بخشی از خاک این کشور در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح نکرد و این موضوع بار دیگر ثابت می‌کند که طرف ارمنی از ایده مداخله نیروهای صلحبانی روسیه در مناقشه قره‌باغ دوری می‌جوید. حال این سوال مطرح است که روسیه تا چه اندازه امنیت ارمنستان را تأمین و یا به آن آسیب می‌رساند.